من و سردار سلیمانی با همدیگه هر روز صبحونه میخوردیم. یه قاشق من میخوردم، یه قاشق سردار میخورد. بعضی وقتا من 2 تا قاشق میخوردم، سردار یه قاشق. بعضی وقتا من 3 قاشق میخوردم، سردار نمیخورد. میگیرم برو از خود سردار بپرس. اونهایی که با سردار سلیمانی دم خورن، اونهایی که با سید حسن نصرالله دم خورن، اونهایی که با عماد مغنیه دم خورن، اونهایی که با حزب الله لبنان دم خورن منو میشناسن، خوبم میشناسن. منتها اونایی که تو خانتومان شهید شدن بیشتر منو میشناسن. حالا خیلی نمیخوام مثلا بازش کنم. رهبر به من گفته شجاع تو چی میگی؟ من الان شجاعم، یعنی پسر من میشه پسر شجاع، و وقتی پسر من بشه پسر شجاع یعنی پسر من میشم پدر شجاع پسری که شجاعه، یعنی در واقع پدر شد. من هیچ وقت اطلاعات داخل رو به خارج منتقل نکردم، هیچ وقت. یه بار آره با البرادعی نشستیم حرف زدیم، بونم لازم بود، میخواست حسن روحانی رای و مثلا اصلا هیچ وقت من اطلاعات داخل رو به بیرون ندادم. خیلی یکم نهایتا اینقدر. دوستان عزیز، من هیچ موقع به شما توهین نمی کنم بگم نمیفهمین گاوین نفهمین شوتین. نه، آمریکا رو قدر قدرت ندانیم. من با تواضع اینجا وایستادم و هر کی گفته آمریکا با یه دکمه میتونه همه چیز ما رو از کار بندازه خره. نمیدونم کی گفته ولی هر کی گفته خره. و الا من اصلا همچین اعتقاد ندارم که آمریکا با یه دکمه میتونه همه چیز ما رو از کار بندازه. آمریکا با دکمهش هیچ چیز ما رو نمیتونه از کار بندازه. ما با یک چیزمون میتونیم همه دکمه‌های آمریکا رو از کار بندازیم. من هر وقت دیگه هم بگید پاشو بیا اینجا جواب پس بده، میام جواب پس میدم. ما رو چی میترسونید؟ سال آخرمونه. حالا اصلا منو استیضاح کنید. تهش چی؟ میزنیم انتخابات رو کارش میکنیم برگزار نشه. خداحافظ. گفتیم خیلی خوب، اصرار دارید شما در این موضوع بالخصوص برید مذاکره کنید. ولی همون در سخنرانی اول امسال گفتم من خوشبین نیستم، مخالفتی نمی کنم اما خوشبین نیستم. بنده در جزئیات مذاکره دخالتی نکردم، بازم نمی کنم. گفتم طرف مقابل به شدت اهل فریب و دروغ و نقض عهد و حرکت در خلاف جهت صحیحه. توافق نکردن از توافق کردنی که در اون منافع ملت پامال بشه، عزت ملت از بین بره، ملت ایران با این عظمت تحقیر بشه، توافق نکردن شرف داره در یک چنین توافق کرده. گفتیم به طرف مقابل اعتماد نکنید، به لبخند او فریب نخورید، به وعده نقد که میدهد وعده نقد نه عمل نقد اعتماد نکنید. وقتی خرش از پل گذشت برمیگرده به ریش شما میخنده. انقدر اینا وقیحن. اگر چنانچه توانستن به یک توافقی برسن، در همون روز توافق بایستی تحریم‌ها به طور کامل لغو بشود. اگر قرار باشد که لغو تحریم‌ها باز متوقف بشود بر یک فرایند دیگری، پس چرا اصلا مذاکره کردیم ما؟ اصلا مذاکره، نشستن پشت میز مذاکره و بحث کردن و بگو مگو کردن برای چی بود اصلا؟ برای همین بود که تحریم‌ها برداشته بشه. این رو باز بخوان متوقف کنن به یک چیز دیگری اصلا قابل قبول نیست. وزیر محترم خارجه ما آقای دکتر ظریف مسئول اروپایی نامه می‌نویسن و موارد نقض روح برجام و جسم برجام. ایشون میگه که فقط روح برجام نیست، یه جاهایی هم خود برجام یعنی جسم برجام هم نقض شده به وسیله آمریکایی‌ها. اون فهرست کردن فرستادن برای اون. یعنی این دیگه کسانی نیستن که بگن مخالفین این مذاکرات هستن که این حرف میزنن. نه خیر، خود وزیر محترم خارجه خود ایشون همین اعتراض رو داره میکنه. این به خاطر این است که ما اونجا یک مسامحه‌ای انجام گرفته از ناحیه ما. اگه این تسامح انجام نمی گرفت، اعتماد به دشمن نمیشد، دشمن راهش بسته بود، نمیتوانست این کار رو انجام بده. در قبول برجام شرایطی رو ذکر کردم، به طور صریح مکتوبم کردم، زبانی نبود. اهم خطوط قرمزی هم که وجود داشته این هاست که من عرض میکنم. یکی این که اصرار دارن اونها بر محدودیت بلند مدت. ما گفتیم ما محدودیت 10 سال و 12 سال و اینها رو قبول نداریم. 10 سال یک عمره.
مقدار سالهای معینی رو که مورد قبول ماست به مجموعه هیئت مذاکره کننده. در همین مدت محدودیت هم که ما قبول میکنیم کار تحقیق و توسعه و ساخت و ساز باید ادامه پیدا کند که این هم از جمله خطوط قرمزی است که مسئولین محترم روش تکیه کردن. اونا میگن شما 10 سال 12 سال بیشتر هیچ کاری نکنید، بعد از او شروع کنید به تولید، شروع کنید به ساخت، که این حرف زور مضاعفی است. از جمله نقاط مهم این است که تحریم‌های اقتصادی و مالی و بانکی، بنده تصریح می‌کنم تحریم‌های اقتصادی و مالی و بانکی، چه اونچه به شورای امنیت ارتباط پیدا می‌کنه، چه اونچه به کنگره آمریکا ارتباط پیدا می‌کنه، چه اونچه به دولت آمریکا ارتباط پیدا می‌کنه، همه باید فوراً در هنگام امضای موافقتنامه لغو بشه. بنده بیانم بیان صریحه، تعبیرات دیپلماسی رو بنده خیلی بلد نیستم، صریح همینی که گفتیم این مورد نظر ماست. یک نکته اساسی دیگر این است که ما با موکول کردن هر اقدامی به گزارش آژانس مخالفیم. ما با آژانس بدبینیم. آژانس نشون داده که هم مستقل نیست هم عادل نیست. مستقل نیست زیرا تحت تاثیر قدرت هاست. عادل نیست، بارها و بارها برخلاف عدالت حکم کرده و نظر داده. با بازرسی‌های غیر متعارف هم بنده موافق نیستم، با پرسجو از شخصیت‌ها هم به هیچ وجه قبول ندارم و موافق نیستم. بازرسی از مراکز نظامی رو هم نمیپذیریم، همچنان که قبلا هم گفتیم. انشاءالله تاریخ نشان خواهد داد، انشاءالله آینده نشان خواهد داد. برجام سند افتخار ایران است و همواره خواهد بود و انشاءالله در تاریخ این کشور ثبت خواهد شد. یکی از دوستان گفتن تصویب برجام رو به رهبری نسبت دادن. بله، اما شما که خب چشم دارید، ماشاءالله گوش دارید، همه چی رو میفهمید. اون
نامه‌ای که من نوشتم اون نامه رو نگاه کنید ببینید تصویب چجوریه. شرایطی ذکر شده در این صورت این تصویب میشه. شرایطی ذکر شده در این صورت این تصویب میشه. البته اگر چنانچه این شرایط و این خصوصیات اجرا نشد، اعمال نشد، وظیفه رهبری این نیست که بیاد وسط بگه برجام نباید اجرا بشه، مگر اونجایی که به حرکت کلی انقلاب ارتباط پیدا میکنه اونجا چرا؟ اونجا وارد میشیم. اما در موارد دیگه نه. بنابراین نه، برجام رو به اون صورتی که عمل شد و تحقق شد بنده خیلی اعتقادی نداشتم و بارها هم به خود مسئولین این کار، به آقای رئیس جمهور، به وزیر محترم خارجه، به دیگران همین رو گفتیم و موارد زیادی رو بهشون تذکر دادیم.